هوش مصنوعی یه شاخه‌ای از علوم کامپیوتره که هدفش ساختن سیستم‌هاییه که بتونن کارایی رو انجام بدن که برای انجام دادنش نیاز به داشتن هوش انسانیه و در واقع هوش انسانی داره تقلید میکنه. تعریف دقیق ترش اینه که هوش مصنوعی توانایی یک ماشین برای تحلیل کردن داده‌ها و اطلاعات گسترده و عظیم، یادگیری از الگوها و انجام دادن یه سری پیش‌بینی‌ها و یا تصمیم گیری نسبت به اون داده‌ها و در نهایت دادن خروجی‌های متناسب با ورودی هاست. وقتی میگم ماشین، منظورم یه سیستم محاسباتیه که توانایی این رو داره که داده ها رو دریافت بکنه، بر اساس الگوریتم هایی که یاد گرفته پردازش بکنه و خروجی رو تولید بکنه. یعنی هم سخت افزار قوی مثل سی پی و جی پی یو داره و هم سیستم نرم افزاری قدرتمندی داره که روی اون سخت افزارها اجرا میشه که میشن مغز متفکر این ماشین. یه مثالش میشه یک سرور یا یک کامپیوتر قدرتمندی که توی یک بیمارستان مستقر شده و هر دکتری که میاد عکسی از بیمارش رو اونجا آپلود میکنه، اون ماشین که مجموعه ای از ماتریس های ریاضی و کدهای برنامه‌نویسی مثل پایتون که روی حافظه کامپیوتره میاد تصویر رو تحلیل میکنه. مثلا میگه که با احتمال 98% این تومور خوشخیمه. هوش مصنوعی ترکیبی از 3 تا عنصره: علوم کامپیوتر، ریاضیات و آمار و داده ها و اطلاعات عظیم و گسترده. حالا منظورمون از علوم کامپیوتر همون کدنویسی و الگوریتم هاست. الگوریتم یعنی یه سری دستورالعمل هایی که بر اساس محاسبات ریاضیه که باهاش بتونیم از داده ها و اطلاعاتی که بهش میدیم یه سری الگوهای رو دریافت کنیم که باهاش بتونیم یک مدل رو بسازیم. مثلا فرض کنیم که یک الگوریتم میاد هزاران عکس گربه رو میبینه و خودش یه فرمولی برای خودش پیدا میکنه که تشخیص بده عکسایی که بعداً بهش میدیم عکس گربه هست یا نه. پس الگوریتم یه ابزاریه که به ماشین یاد میده چطوری هوشمند بشن. کد هم که میشه زبان کامپیوترها و کدنویسی هم یعنی تبدیل قوانین انسانی، مفاهیم ریاضی و آماری به زبان ماشین که برای اون کامپیوتر قابل فهم باشه. مثلا شما میان برای بانک برنامه‌نویسی انجام میدین که باهاش بیاد یه هوش مصنوعی ساخته بشه که بتونه تراکنش‌های مشکوک رو پیدا بکنه. تو کدی هم که می‌نویسیم ازش می‌خوایم که بیاد و تاریخچه میلیون‌ها تراکنش رو بخونه، داده‌ها رو مرور بکنه و هر بار حدس بزنه که کدوم تراکنش‌ها احتمالاً توش کلاهبرداری رخ داده. حالا که فهمیدیم که هوش مصنوعی سعی میکنه هوش انسان رو تقلید کنه، بیایم ببینیم که اصلا چطوری این کار رو انجام میده. برای جواب دادن به این سوال اول با هم مرور کنیم که هوش یک انسان چطوری عمل میکنه. تقریبا برای همه ماها هوش شامل 3 مرحله است. اولیش دریافت اطلاعات، 2 ارزیابی و استدلال کردن و 3 عمل کردن بر اساس نتیجه گیری هاست. مرحله اول حس کردن یا دریافت اطلاعات و داده هاست. ما معمولا با حواس 5گانه خودمون میایم اطلاعات رو از محیط دریافت میکنیم با کمک چشم، گوش، بینی، زبان و پوست. و انقدر سریع اتفاقات میفته که اصلا متوجهش هم نمیشیم. حالا ماشین ها هم به همین توانایی مجهز شدن و با کمک داده های دیجیتال و با کمک حسگرها و سنسورها میان محیط اطرافشون رو درک میکنن. مثالش میشه همین ماشینای خودران که با دوربین و فاصله سنج های لیزری و میکروفون محیط رو اسکن میکنن. یا وقتی مثلا با چت جی پی تی به صورت صوتی حرف میزنین، میکروفون میاد اون ارتعاشات هوا رو میگیره و با کمک فناوری اسپیچ ریکگنیشن یا تشخیص گفتار سعی میکنه که صدا رو به داده های قابل فهم تبدیل بکنه. یا مثلا سیستم های تشخیص چهره که روی موبایلامون هست که با کمک دوربین و حسگرهای حرکتی میاد صاحب گوشیش رو شناسایی میکنه و قفل گوشی باز میشه. مرحله دوم میشه استدلال کردن و پردازش کردن اطلاعات یا ریزنینگ که میشه مقایسه و تحلیل کردن اطلاعاتی که دریافت کردیم که ما انسان ها معمولا بر اساس تجربیاتی که توی زندگی داریم ازش یاد میگیریم. شما مثلا فرض بکنید که انگشت رو میگیرین جلوی شمع و محض اینکه اون گرما رو حس میکنیم دستمون رو سریع میکشیم عقب، چون تو ذهنمون از قبل ثبت شده که بعد چه اتفاقی قراره بیفته. ماشین ها هم همین توانایی مشابه ما رو دارن. همه مدل های هوش مصنوعی که امروز داریم باشون کار میکنیم یه پایگاه داده یا نالج بیس دارن که وقتی بهشون یه درخواستی رو میدیم یا ازش سوالی رو میپرسیم، میره تو پایگاه دانش خودش سرچ میکنه ببینه که آیا میتونه معنی درخواست شما رو بفهمه یا نه، تا بتونه بر اساس اون اقدامات مناسب رو شناسایی بکنه. توی بحث هوش مصنوعی وقتی که ماشین بخواد استدلال و پردازشی رو انجام بده، ما بهش داده‌های زیادی رو میدیم تا خودش بتونه اون الگوها رو تشخیص بده. مثلا این سیستم میاد هزاران عکس گربه رو میبینه و خودش یاد میگیره که گربه یعنی گوشه مثلثی یا سیبیل یا چیزای دیگه.
هرچه داده‌های بیشتری اون سیستم دریافت کنه در طول زمان هوشمندتر میشه. قابلیتایی که هوش مصنوعی تو مرحله استدلال کردن داره، علاوه بر همین یادگیری بر اساس داده‌ها، پردازش زبان هم هست که ما بهش میگیم Natural Language Processing یا NLP، که اینجا ماشین میاد سعی میکنه که زبان انسان‌ها رو که پر از ابهام و پیچیدگیه رو به کامپیوتری که فقط عدد و یعنی 0 و 1 و منطق ریاضی رو میفهمه یاد بده. یعنی اول سعی میکنه بفهمه که منظور کاربر از اون حرفایی که تایپ کرده چیه، که بهش میگیم درک زبان طبیعی یا Natural Language Understanding، و بعد سعی میکنه یه جمله‌ای بنویسه که از نظر گرامری درست باشه و شبیه به زبان انسان هم باشه که بهش میگیم Natural Language Generation یا تولید زبان طبیعی. یکی از کاربرداش هم توی تحلیل احساساته. مثلا یه کمپانی میخواد بدونه که مردم درباره محصول جدیدش چه حسی دارن. فکر کنین کلی ریویو و کامنت دریافت کرده که مثلا تو یکیش نوشته که بد نبود ولی گرون بود. ماشین اینجا میاد سعی میکنه بفهمه که بار معنای این جمله مثبت یا منفیه که بتونه گزارش دقیق تری رو بده. قابلیت دیگه‌اش برنامه‌ریزی کردن یا حل مسئله است که این مدلیه که به سیستم یه هدف داده میشه و ماشین سعی میکنه که بهترین راه حل ممکن رو برای رسیدن به اون هدف شناسایی بکنه. نمونه‌اش هم میشه همین نقشه‌ای که توی گوگل مپ هست که بر اساس موقعیتی که توش هستیم و مقصدی که مشخص کردیم با در نظر گرفتن ترافیک و همه پارامترهای دیگه میاد بهترین مقصد رو بهتون نشون میده. مرحله سوم هم که میشه عمل کردن یا اکشن، که ما انسان‌ها معمولاً بر اساس اطلاعاتی که گرفتیم و استدلال‌ها و پردازش‌هایی که روی اون اطلاعات انجام دادیم میایم تصمیم می‌گیریم که یک واکنش یا عملی رو انجام بدیم. هوش مصنوعی هم اینجا باید یه خروجی بده که اینجا میشه Generative AI یا هوش مصنوعی مولد که میاد خروجی رو به صورت متن، عکس، ویدیو یا صدا منتشر میکنه. اما خروجی‌های دیگه هم هستن که میتونه فیزیکی باشه. مثلا توی کارخونه‌های هوشمند یه بازوی رباتیک وقتی که میبینه که یه قطعه خراب شده، اون بازو حرکت میکنه و اون قطعه رو از خط تولید میاد خارج میکنه. حالا بیایم با هم بررسی بکنیم که با توجه به اینکه هوش مصنوعی سعی میکنه که هوش انسان رو تقلید بکنه، کجاها هوش مصنوعی برتری داره و کجاها انسان. ماشین ها توی پردازش کردن و تحلیل کردن حجم عظیمی از داده ها به خصوص با افزایش قدرت محاسباتی و الگوریتم هاشون خیلی قدرتمندن و برخلاف انسان ها که خسته میشن، ماشین ها میتونن ترابایت ها داده رو بخونن و ازش الگو استخراج کنن. علاوه بر اون کارهایی هم که تکراری هستن رو با دقت بالایی انجام میدن. مثلا اگه بخوایم 1000 تا عکس رادیولوژی رو یک انسان بررسی بکنه، چشم انسان بعد از 50مین عکس ممکنه که خطا داشته باشه، ولی دقت ماشین توی عکس 1000 هم همچنان با عکس اول برابری میکنه. اما برتری که ما انسان ها فعلا نسبت به ماشین ها داریم داشتن جنرال اینتلیجنس یا هوش عمومیه که گفته میشه که تا چند سال آینده ماشین به این سطح از هوش هم میرسه. ما انسان ها توی تعمیم دادن اطلاعات خیلی خوبیم و قدرت اینو داریم که یک مفهوم رو یاد بگیریم و توی موقعیت کاملا جدید ازش استفاده بکنیم. ما توی خلاقیت داشتن هم خیلی خوبیم. میتونیم ایده پردازی بکنیم، میتونیم مسائل رو حل بکنیم و چیزایی که به دست میاریم رو به شکل‌هایی به هم ارتباط بدیم که خب ماشین‌ها فعلا نمیتونن انجام بدن. و بزرگترین مزیتی که ما انسان‌ها داریم هوش هیجانی یا ایموشنال اینتلیجنس هست که میشه مدیریت کردن هوشمندانه احساسات. یعنی ما بتونیم که احساسات خودمون و دیگران رو بشناسیم، درک بکنیم و مدیریتش بکنیم. چون جهان ما فقط جهان منطق و ریاضیات که نیست، جهان بسیار احساسی و خیلی پیچیده‌ایه و هوش مصنوعی فقط زبان منطق و ریاضیات رو میفهمه. توی بحث ارتباطات هوش مصنوعی درسته که میتونه لحن آدم‌ها رو حدس بزنه، اما هیچ وقت ممکنه نتونه نیت واقعی که پشت اون حرفی که ما میزنیم رو درک بکنه. مثلا فکر کنین که یک مشتری با عصبانیت بیاد داد بزنه که واقعا با این محصولتون شاهکار کردین. هوش مصنوعی فکر میکنه که این حرف بار مثبت داره، در حالی که کاملا برعکسه و فقط انسان میفهمه که این حرف کنایه‌آمیزه و باید ازش عذرخواهی کرد تا اینکه ازش تشکر کنیم. هوش هیجانی باعث میشه که بتونیم با اون فرد مقابل احساس همدلی بکنیم و اعتماد ایجاد بکنیم. یا مثلا وقتی بخوایم یک تصمیم گیری رو انجام بدیم، شاید بعضی وقتا بهترین گزینه اونی نباشه که روی کاغذ درسته و اونی درسته که به اون فرد مقابل احساس امنیت و آرامش بده. هوش هیجانی مهارتیه که ریشه بسیاری از مهارت‌های انسانیه که تو عصر هوش مصنوعی یک مزیت رقابتی بزرگ برای ما انسان هاست که میشه در خودمون تقویتش بکنیم.